درود دوستانی عزیز من در دهه درخ هستم، در خانه هستم. بعضن چیز رو برای شما نشون میدم، شاید در نظر شما عجیب تو باد. خب یکم چیزی که برای شما نشون میدم زردالو هستای. نگاه کنین، زردالو بسیار دارد، لیکن تو حال نگاه کنید که زردالو زردالوی کبود است، یعنی نپخته است. همین نمود زردالو، این همین درخت بسیار دارد، لیکن در ماه سپتامبر هم خدا شاهد است در همین درخت زردالو پیدا میکنیم. در همین درخت زردالو پیدا کرده میشود. به نهایت زردالو خوب است. این خودتون ببینید چقدر زردالو بسیار دارد. اکنون ما تصمیم گرفتیم که باز دیگر طرفی آن همین بخی کارتوشکا رو نیست بکنیم، ببینیم همین کارتوشکا دارد یا ندارد. خوک سیاه هست لیکن در اینجا نه. اینه کارتوشکا هستم. به نهایت خوک اینجا حاصل خیز است. یاش بو کلان تر هستن، فرق میکنن. به نهایت خوکش خوک حاصل خیز دیده میشود. باز محکم کردن در کار که پزد. دیگر چیزی که برای شما خواستم نشون دهم اینه کپوست. چیست دهقانی های؟ اینه پمیدور. حالو نشده است. اینه سبزی. شاید سبزیش داشته باشن لیکن من ندیدم. ایو هم همین نصیب کرده باشد با август 15 مش که تیار می شود، بعد دوامش به می رود. لیکن این کارتوشکا هسته. کارتوشکا هسته. نمیدونم اکن دارد ندارد، لیکن برای سنجش گذراندن با درجه شیرین این زردالو که پوری او بانی کنه. یک بار می سنجیم که همین کارتوشکا داره یا نداره. اینا نگاه کنی کارتوشکا حالا مایده. این کارتوشکا در ماهی نصیب کردگی باشد، همینم آخر август سپتامبر بعد کارتوشکا می شود. به درجه به مزه می شود که میخوری راحت میکنی.